خب دیگر سوالی که در اینجا کردن، من اول آیت شا بیاوم. برادران و خواهرای عزیز، در اینجا یک کسی دیگه سوال داده است که ما اگر به شرطی که برای شوهرهامون لبهامون غوص کنیم یا اینکه بینیهامون میده کنیم یا نویسنده است که دندانهامون میده کنیم، خیلی اینجا در چند چیزا آمدگی انا آیا همین ها را مقصد شریعت رخصت میتد یا نمیتد؟ خواهرها و برادرای عزیز، یک آیت داریم در سوره نساء آیت 119. الله مهربان چی میگه؟ میگه ولآمرنهم فلا یغیرن خلق الله. آیت 119. الله مهربان چی میگه؟ میگه وقتی که ما شیطان میگه از مقام و منزلتی که داشت وقتی پیشش کردیم برای خاطر فرزند آدم، میگه همچه قسم یاد کرد که من در خلقت تو ای پروردگار، من در آفرینش تو تغییرات میدارم. یعنی این قسم شیطان بود که پیش خداوند برای که یعنی این کار که الله را در غضب میاره، گفت انامین انسانهایی را که چگونه آفریدی، من در همین ها تغییرات داخل میکنم. تغییراتش خلاص همین ولی شما بینین یک نقو یک رسام بگیم یک رسم بکشد، یا اینکه اگر یک این همین پیاله ساز یا پیاله بسازه، یا یک بگیم همین نقش خانه را یک کس درست کنه، اگر همون را بگوی که نه معقول نه، مثلا همین رسم کشیدگی خوب نه، میدونین چقدر خفه میشه، چقدر ملال میشه. اگه شما فکر کنین که یک اللهی که چقدر انسان زیبا آفریده است. شیخ سعدی میگه دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب چون این صورتگری. وقتی از یک نطفه میگه اینقدر صورتهای زیبا آفرید، کی میتواند که از آب این خیل صورتها را بسازد؟ البته بجز الله هیچ کس نمیتواند. اگه ببینیم برادرای عزیز که یا خواهرای بسیار مهربان که شما وقتی میرین لبهاتون غوص میکنین و گفتی خودتان، وقتی میرین در چشمهاتون هر گونه مثال همون چی باشد، کلیانکه باشد و چی باشد، رنگ باشد، وقتی در چشما میمونین، یا مثال در بالاهای چشم میبینی با مثال هم خیلی میجه های بسیار بلند میگذارن. امروز در همین شهرها میبینیم یا در همین اینترنت ها میبینیم و دیگر تغییرات. اگر تغییرات که شود، این خواهر عزیز غضب خدا است. این گویا که اراد گرفتن که یعنی یک الله با همین قدر تواناییش نعوذ بالله یعنی صورت خوب در انسان ساخته نتانست. حالا که الله در قرآن چی میگه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. زیباترین مخلوق من این انسانه. برای همین خواهرای عزیز، چیزی را الله گفته است به خدا قسم، همش به فایده شما های. کسایی کردن همونا را برین بپرسین، شاید همونا بگن بچم نکنین شما که ما عذاب کشیدیم، ما اذیت کشیدیم. و دیگر این که پیامبر میگه این لبدنک علیک حق، این بدن ها بالامون حق داره.
حق نداریم که ما یا را پاره کنیم، پیشوی برمان را بلند کنیم. خب از اینها دا اگر شما خواهید که در پیش شوهرهاتون محبوبیت پیدا کنید، باور کنید شما اگر مردکتون حرمت کنید، اگر مردکتون دوست بدارید، اگر هر فرمودهاش اجرا کنید، در حق مردک هیچ وقت خیانت نکنید، در مالش خیانت نکنید، در اولاد اجدادش خیانت نکنید. بین اگر اینها را شما انجام تین، من فکرم همینه، منم مردکم، منم فکرم همینه که اگر همون زن یعنی زیبا هم که نباشد، بدرو هم که باشد، در دل ما یک محبت خاص خش دارد، به خاطر همین خدمتاش، به خاطر همین مهنتاش. برای همین خواهرای عزیز این کار درست نیست. اگر به شرط یک چیز زیادتی، مثال در همین هست زنهایی که میگن رنگ مردها برود میبروریم یا پشمهای در بالاهای مثال رخسارامونه، اینها چیزهای زیادتی هم رو بگیریم، این چی باکی ندارد، این تغییرات نمیشود، این دیگرگونی نمیشود. یا یگان خالی هست کلانی که او را بریدن در کار، هیچی باکی ندارد. یا چلیکی هست مردم 6 چلیک دارد، همون ششمش اگر بگیرد امروز تیب اگر همون را از عهده‌اش برآید هیچی باکی ندارد. اینها تغییرات نیستند، لیکن تغییرات در آوردن به موافق آیت قرآن. خواهرای عزیز این کار درست نیست. از این کار شما دست بکشین و از این کار هیچ وقت شما نزدیک نشین که غضب خدا را خواهرای عزیز طلب نکنین.